خب حواسا جمع، صدا سازی بود دیگه، تقلید صدا. من با صدای مختاباد اومدم، اشکالی نداره. الان شما چشماتون رو فقط ببندید، کاری که میکنید این و تصور بفرمایید یکی دیگه از خواننده های عرصه موسیقی سنتی روی صحنه است با عنوان شهرام ناظری. قطعه‌ای رو برای شما در دستگاه شور، ماهور، شیراز، اصفهان، کرمان، یزد، بندرعباس اجرا میکنه که اینجا با هم این کارو گوش میکنیم. یک شب آتش در نیستان می‌فتاد، سوخت چون اشکی که بر جانی فتاد. نی بادش گفت، نی بادش گفت کین آشوب چیست، بی سبب مر سوختن را سود چیست. گفت آتش بی سبب نفروختم، دعوی بی معنیت را سوختم. زان که می گفتین یم با صد نمود، همچنان در بند خود بودی که بود. مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. مرسی، ممنونم.